احترام شما چون که وقتتون رو نگیریم و سوالهامون جوابهامون پاسخهامون دقیق میشه. который клуб Волгоград клуб در نظر هست روزی سه‌شنبه ساعت 00:10 خب روز جمعه ساعت 2:08 برسد 72 ساعت در راه است و مسافت 3367 کیلومتر. دوشنبه Волгоград دوشنبه روز شنبه ساعت 2:18 ساعت 2:08 این هم میرسد Волгоград. روز سه‌شنبه ساعت 12:08 بازگشت و وقت حرکت 65 ساعت و 50 دقیقه میشد 3111 کیلومتر. خوجند Волгоград خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقتی رسیدن همون وقت 61 ساعت و 29 دقیقه و بازگشت روز شنبه ساعت 12:08 روز سه‌شنبه ساعت 2:47 در شهر خوجند بشود. مسافت 2852 کیلومتر 60 ساعت و 38 دقیقه در آن میشد. مسئله نرخ حاضر قیمتی بلیط معین کردن دیگه بعد این کار را فرستاد من آج معین نشدم. اما دیروز هنوز سوال من پرسیدم خیلی ما هم روبر هستیم که چقدر از اینکه پگاه سوال شدن گفتن که دقیق میکنیم متاسفانه تا دقیق نشدم من از کار برفته شده. از مشاهده ها میبینیم که همین دوشنبه تاشکند دوشنبه بسیار مسافرانش خیلی کم هستند و اگر خطا نکنم با ضرر وقتی ایستاده است. در این باره چی میشود؟ با قطع نشود و خیلی اون راهش کجا میشود؟ هر یک حدسایی که شما تمام کردید؟ سوال تمام شد؟ مرحبا. با سوالی دیگرم باز همون روی اشت. خیلی که پیامی کشور ما همین گفته شد خیلی همین روی اشت سر میشد و از کدام طرف مبلغ گذاری میشد و کدام روی حساسا میسازن. شما کمیسر بکنید همین با دقت ما رسونم. معلوم که بعدی 30 سال توقف نخستین این قطارهای مسافربری 20 ایونی سال جاری روان شد و ما هم در اونجا بودیم با سپارش کوشش کردیم که در یک با طبع خوش مسافر رو برو بریم و این سپارشی این در دوره سفر رسمی اصولگار سوی وعده شدی پیشوی مازن ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی جناب آقای محترم علی رحمانی پاتوشکان شد و در صحبت با پرزیدنت همسایه کشور این موافقت به دست آمده بود. مسافت راه 904 کیلومتر است. در هم واگن‌های کوپه هست و واگن‌های پلاسکارتی از دوشنبه تا قرشی 129 سومانی، دوشنبه سمرقند 272 سومانی، دوشنبه تاشکند 350 سومانی. در واگن‌های کوپه دار دوشنبه قرشی 277، دوشنبه سمرقند 333 و دوشنبه تاشکند 455. متاسفانه حاضر مسافرها کمتر رفته هستند. همگی در 7 ریس 906 مسافر رفتگی است. اگر این به ضرر خود کارخانه هم باشد از بس که این رفت و آمدی مسافرها بین دو کشور همجوار صورت میگیرد ما خود کارخانه به ضرر هم باشد ما این کار را ادامه میدیم. این 519 نفر از این طرف 387 نفر از اون طرف آمدگی. بله. قیمت شما کی رفته بودید؟ یک سال پیش مورد روید بعد فرقش میفهمید. 2022-26 باید عملی گردن در اینجا ما این وارد شدگی است. ما نشان میتونم به شما روی خوجند 8 کاتگوری 3 120 کیلومتر از با بانک جهانی حاضر همکاری کرده شدیم. بانک جهانی امید داریم که ما موفق میشیم. قبل از همه برای لایحه‌کشی ما باید مبلغ خود لایحه‌کشی را دریافت کنیم. بعد از اون اونجا معلوم میشه که چقدر مبلغ ضروریت داریم برای همین راه ساختن. بعد این پیشنهاد بگردد به انشتهای مالیوی
ки маблағ ҷалб гардад. Яъне ин вақта талаб мекунад. Ман дар нишасти қаблӣ ҳам ин гапа савола ҷавоб додам, лекин хайр ин дуруст аст ки шумо саволгузорӣ мекунед, ин ҳуқуқи шумост. Аммо мо бояд як хеле гап зарем ки мо пага рӯи шуморо дида тавонем. Дурӯғ набояд гапон. Яъне кор рафтаи шудааст, комилан кор рафтаи шудааст. Мо ба фикрам ки муроҷиатам кардем. Яксар ин кас бахши сармоя ки ҷавобгӯ ҳастанд барои мепурсанд. Мо ба якчанд институтҳои молиявӣ муроҷиат кардем ки ҳам барои лоиҳакашӣ алоҳида ва баъд аз лоиҳакашӣ барои сохтмонеро маблағ ҷудо намоянд. Мо корбарӣ карда истодем. Марҳамат. Шумо боле. داخلی و این نوگری این تخریب هم میخوام سلامت کنم برای اینکه سوری رو اینجا شما بارش من سوال ها بخاطر اون که سوالی پیش هم و همون علاق داشت بسیاری از راهها سالها از زمان شورای هم خیلی موندن حتی باور میخواد اصلاح کنه از میدونه من میدونم که میدونه رفتاری دهه حتی بعضیش نه تنها از زمان شورای حالی حاضر همون خاک هم یعنی خاکی هستن مثلا در ناحیه همدانی زادگاه بزرگ من در ناحیه شمس‌الدین شاهین زادگاه اجداد آقای من یک منطقه است انجیراب میدونید بله تو با یا جماعت یا یگانه جماعتی هست که در سر راه یعنی موقع دارد منطقه با دشت جنوب ولی راهش از زمان شوروی خاکی است مردم خیلی اعظام میکنند میکنم که هر دایم که ما صحبت بکنیم بعضی گپایی که ما گپ بزنیم چون دائمی هستن از خاطرتون نبرورید. ما یک بار برمیگردم اون چیزی که نشستی قبلی گفته بودم. در تاجیکستان 26700 کیلومتر راه است. اما بعضی اینستیتوت هر خیلی باها میتونن. بانک جهانی یک خیلی در روزش دیگر و بانک آسیایی رشد دیگر خیلی ما اصلا از 26700 میبریم. چون که چند بار چیز کردیم همین رقم میبره. خیلی روی آن ساخته میشد ایران میشن بعد روی خاکیش مختگم و راه هست ایران میشد برای کم بیش این چیز داره فرقیت داره. یعنی 26700 کیلومتر راه هست. از همین دقت کنید من بسیار خوش میکنم همین رقم داره. همگی 14308 کیلومترش در توازن وزارت نقلیات است. فرق همین از جمله سوال شما درمون می‌دارد در مسئولیت مقامات اجرایی حکومت دولتی محل‌ها، اداره‌ها، خواجگی‌ها، حتی شخص‌های انفرادی وارد می‌شود. ولی ما اقدام گرفتیم که یک آزمون با نام راه‌های آبادی بین دهه‌ها تشکیل کنیم و این آزمون هیئت معین شده است کاربری کرده استیم و با بعضی نتیجه‌ها موفق شدیم گرچند قانع کننده حالی نیست ما نقشه کاری کرده استیم طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 639 با مقامات‌های محلی حکومت دولتی مبلغ جدا کرده میشود در بند در ماده تعمیر جاری آن همین تکنیکا و تجهیزات متخصص از وزارت مبلغ از مقامات‌های محلی ما این راه‌ها رو باید آباد کنیم البته مبلغ در اونجا کافی شاید نباشد لیکن با همین راه حل میشد یعنی اون راه‌ها بیرون از توجه ما نیستند ما همکاری باید بکنیم. همگان میدونن که شهر یوغان یک از ناحیه‌های بسیار صنعتی و از جهت رشد صنعت بسیار ترقی کرده میباشد چندین کارخانه‌های مختلف جمهوری در آنجا فعالیت دارد لیکن راه‌های این ناحیه به یگان طلبات همین روزا میتوان که جوابگو نیست استاد مثلا راهی که جماعت دیهاتی حسن حسین تا به عربه چهارمرزک اون طرف تا به منطقه شهر نورک و راهی که از شهر یوغان تا به وسطه فرقت تا به ناحیه عبدالرحمن جامی میرد و چنین رو
از یوگون تا به خراسان میرفتگی را با حالت بسیار ناگوار است. گرچنده که در همین منطقه خدمات نقلیاتی شما چندین پست تشکیل کرده باشدن، لیکن من فکر میکنم که یک از سبب‌های همین بسیار فرسوده و ویران شدن را محض همین است. ما میخواهیم که همه راهامون یک باره همین خوشرو شوند، تمیز شوند، اسفالت شوند، منفرش شوند. همین چیز امکان داره در نگاه شما؟ نداره. و این سبب‌های ابجکتیو هم داره. و معلوم که با جلب سرمایه مستقیم، قسماً قرض از بودجه کشور، یعنی همه همین ها امکان میدهد که در نهایت ما واگن درجه راه را درست کنیم. اون راهی که شما نمبر کردید زیر توجه ما هست. طرف چهار مغزک برفتگی، روی خود همین دوشنبه رودکی اوگون عبدالرحمن جامی، اینا با مثل که همون رای خوجان اشتا گفتیم، باز ما نقشه‌های سرمایه‌گذاری بیزنس پلان و دیگر چیزا تهیه کردن مراجعت کردگی هستیم که برای دریافت مبلغ، چون که شما می‌دانید که برای 1 کیلومتر راه که درجه بنا از چقدر مبلغ کلان در کار بشه. برای همین این کاربری ما همه است که ما دریافت برای لایه‌کشی و بعدا برای ساختمان مبلغ ما کاربری کرده هستیم. این قسمت اولی سوال شد. جواب. دوم مبلغ بسیار محض کرده این سوال داده. من توی 2 سال فعالیت ما مشاهده میکنم بسیار از همکسبا چون هست همکسب میگم برای که ما با روزنامه‌نگاری کم توجه دارم بسیار خیلی عمیق دقیق نمی‌نویسن. مثلا در استراشان یک هم خیلی معلومات بود، در نهایت عینی بود. میگه که وزارت نقلیات مبلغ جدا نمی‌کنه. ما وزارت هستیم که از حساب بودجه کشور مبلغ گذاری می‌شود. و اون مبلغ وقتی که جدا می‌شود ما 1 درهم رو نمی‌تونیم دیگر نمود صرف کنیم. اونجا همون استاتیا میگن همون مودوی که در بودجه گذاشته می‌شود ما از دایره همون بیرون برآمده نمی‌تونیم. یعنی چقدر مبلغی که جدا کرده می‌شود وابسته از بگیم که مسئله تو چه اندازه حساس بودن و در کجا باید که اولین درجه صرف شود ما مبلغ رو همه جا جدا میکنیم. یعنی این مبلغ اگر ما مثلا میلیاردها جدا شود باور کنید ما چقدر راه را میتوانیم که ساز کنیم. وقتی که مبلغ یک دایره معین جدا میشود ما از ضروریت کار کدام پول ها کدام راه ها سخت نیاز به تعمیر و با از نوسازی دارن سفربر میکنیم. یعنی که مبلغ در دایره مبلغ جدا شده با این اون مؤسسه دولتی نگهداری رعایت کنند راهبراشون اونا هم یک انسان هم یک از دانش بلند دارد یک از نداره. ما چقدرش عوض کردیم چون فهمیشی همین کار بعضیشون نمیروند صرف هم نمیروند همین خیلی جواب میکنن. حالا که باید من با مثل که حاضر ما گفتیم همین خیلی جواب کردن یعنی که در دایره مبلغ هایی که جدا شده است ما چی جلب سرمایه باشد چی بودجه مثلا کار میکنیم اونا فقط بودجه کار میکنن. درباره دو پولی که از شما گفتید کفرنیان ایران ما در نشست قبلی جواب دادم همون گپ را تکرار میکنم. ما با بانک جهانی مراجعت کردیم مبلغ ها جدا شدگی هستند. شما بدونید که حجت گذاری یعنی کارها وقتی معین میگیرد. 17 مارس سال جاری در شورای دیرکتوران بانک عمومی جهانی قرار قبول شده است و در اونجا 21 لایحه در نظر است برای تجدید و از نو ساختن بعضی انشاءات از جمله این دو پولی که شما گفتید کفرنیان و ایلاک در همونجا هست. ما امید داریم که تا ماه اکتبر مسئله های حجت گذاری اینها
آماده میشوند و پولی نو ساخته میشود. یعنی تجدید این پول ها نمیشن بلکه پولی نو، چون که همون رواق هایی که در همین پول هست اینا تجربوی بودن از زمان شوروی، شکل حرفی پ رو دارن، حالا آنکه دیگر در تمام دنیا حرفی ت خطی رواق ها رو میگذارن. و فاروق نعمتزاده که معاون وزیر عالی مسئله است، دیروز قبول بودن، درست قبول ما همین مسئله را عیناً برداشتیم که راههای تیزانیدن حل مسئله و این راهها هستند. ما همکاری را زیچ میکنیم با شخصی مسئول بانک جهانی و امید ببندیم که تیزترک همین کار را سر کنیم. یعنی این پول، دو پولی که شما گفتید در نقشه هست و امید داریم که تو ماه اکتبر دقیق میشه و در نشست آینده ما با شما حسابات بدیم. خطی منطقه‌ای سری همین طرحی واخان، گذرگاه واخان، ما طرحی خودتون میفهمید یک طرحی کدوم سالو کشیده بودم بین خاروق و واخان و چترال پاکستان و بسیار همین طرح پاکستان با سختی بسیار سخت پیش میبرد. همین ساختمانش ادامه داره. خب جنجال هم شد که با کریدوری و خانو میگیرن. خب گپای مرز همین خود همین در ما کار میکنیم سری همین یا نه. دویم جنوب استان بزرگوار طرحی چی بود؟ دوره جمهوریتی که در افغانستان بود، طرحی روی آهن تاجیکستان، افغانستان، ایران یا ترکمنستان یا طرحی داشتن. سرنوشت همینا چی میشود؟ سوم جنوب استان همین موضوع نگاه بین راه ها. همین چند سال از کاری ایرس گذشت. خب همین در تجربه ثابت کرد که اگر راه ها پولکی شوند بسیار خوب می شود. راه ها بسیار مردم روزی هم شخصا مثلا از این چیز که همین راهی که پولکی است روزی با خاطر که نگاه بین می شود اما راه. من بگونی مثال میبرم بعضی راه های اقتصادی هستند که اونا میتونن به اقتصاد کشور خوب کمک کنن. از جمله یک راهی هست، من جای که هم قشلاق خودش رو من در مثال قشلاق خودم میگم. میان اورتیپو دیواشتیچ منطقه کلینوگور هست. 30 کیلومتر راه هست. لیکن در این منطقه بیش از 100,000 زیاد تن کارتوشکا بود، هزارها تن دیگه سبزی دیگه دیواشتیچ استراشن از 30 کیلومتر ممکن دانید. یعنی سود اقتصاد وقتی میشه که در نرخ محصولاتی که شوانتی در بازارها تاثیر خودش میرسونه در سراسر کشور. مثلا محصولات که اونجا میبینه تو و بدخشان مثلا میبرن. یعنی راهی که اهمیت اقتصاد دارد. من جنوب استان 50 ساله شدم. اگر 2 ساله باشم اقلام در اون باشه که من راه دیگه شده باشم، همین 48 سال بود همین گپ است که من راه تعمیر میشم. مسئله وادی واخان این گپ طول چندین سال است که یگان مرحله برآورده میشود، با قفو پخته میشود. هر یک روی که ساخته میشود یا که باید ساخته شد از لحاظ اقتصادی باید که اساسناک باشد. شما این گپ اخیر گفتید از من باید علاوه میکنم بعد استراشن و دیواشتیچ. برای همین خودی همین عقیده ساختمان همین راه حتی طریق نقل وجود دارد. اما در خود وزارت حاضر این مسئله مطرح نیست. یعنی ما حجت خطی کار کنیم میگویم که مسئله ما دیده ایستادیم. اما هر خیل گپو هر خیل آوازها هست که اینا ساختن در کار برای همین ما با آوازها تکیه کردن نمیتونیم. حجت در دستی که ما همه دیده ایستاده باشیم، نقد چه خیلی میشه، چقدر درازی داره، چقدر مبلغ طلب میکنه دیگه این خیلی معلومات نیست. نقد میشه جناب؟ من گفته ایستادم که نقد میشود یا که راه میشود، معلوم چون که اونجا در یک مقدار حدود دیگر دولت هم هست. تاجیکستان، افغانستان. بله. برای همین این حاضر در همین حجت در وزارت نقلیات مطرح نیست. جواب سوال شما. مسئله راهی ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان.
این درازی 415 کیلومتر داشت. سه رئیس جمهور، سه پرزیدنت، اگر خطا نکنم سال 2013 در سراسب فیلم و امضا رساندن. این مسئله حالی ایستاده است و البته که جلب مبلغ رو طلب میکنه، سرمایه خوب است و برای همین خودی لایحه در روزنامه هست، اما حالا کار در این سمت نرفته است. آذر دو سوال داد جواب چند؟ شما ما صحبت نکردیم، یعنی که ما تکیه با همون حجتی که سه رئیس جمهور امضا کرده است، همین است، از جمله افغانستان. نگاهبین راهها ایرس تشکر که این گپ شما برداشته، در حقیقت منم با شما موافق هستم و این دوام جوابی منطقی با سوالی که محترم سید حیدر داشتن. بگیم راهها اگر برای چی یک بار راه ساختن امکان دارد و مبلغی برای ساختمان یعنی راه میشود و بعدا برای نگهداری راه باور کنید به مراتب زیاد میشود و این پولکی کردن راهها این تجربه فقط تاجیکستان نیست، در دنیا دولت پیشرفته ما همون رفته مجددیم ماشین قطعی میارید در پارچه ها یا قطعه های معین پولکی شدگی هستن. برای همین ما با این نوبت گرفتیم پیشنهاد شما را، لیکن چه خیلی میشود خیلی با کاربری کردن نکار. یعنی که در حقیقت شما درست میگوید که شرکت ایرس به حد مبلغ‌های هنگفت صرف میکند برای نگهداری همین. من در نشست گذشته درباره با ترما و اینا مبارزه بردنشون و کاربری کردنشون گفته بودم، لیکن این گپ شما خود راه هم همون منفرشی که میشود در نتیجه برف و باران از کار میبرد، لیکن اینا مبلغ‌ها رو صرف کرده چیز میکنن، همون رو تعمیر میکنن و هر دویم که میرید راحت مثلا 4 ساعت در خوجان میشوید. بچه در برنامه کاری شما پولکی کردن دیگر قطعه‌ای را در نظر است حکومت رادیو آزادی دویم همین سوال میگذارد، یعنی بخش مستقیم است فهمید حکومت نه رادیو آزادی دویم همین سوال میگذارد کی پولکی میکنه کی پولکی میکنه. خیلی ما امکانات مردم هم بینابت میگیریم که همین رو پولکی کنیم یا نکنیم. جناب استاد من فکر میکنم من ژورنالیست اقتصادی رو خوب در میکنم. ما سوالی وقت مسئله استراتژی دوشتیش 30 کیلومتر گفتید و گفتید که اهمیت اقتصادی داره. همین مسئله در حقیقت در وزارت حاضر ما میخوایم صحبت کنیم. معلوم که متخصصای درجه بلند رو طلب میکنند که هر یک راه وابسته از اهمیت اقتصادیش ارزیابی شود. مثلا برای اقتصاد تاجیکستان من این راه اینقدر اهمیت دارد، اینش اینقدر. مثلا برای عینی کوهستان مشهور جلو قریب 100,000 جد کارتوشکا پرورش میکنن، استحصال میکنن. همه رو آوردن. اگر راه خیلی خراب است، من کیلومتر 22-24 و زیر نظارت ما هست و همونجا متخصص ما کار میکنه. گرچند یک روزنامه‌نگار جوان دیگر خیلی معرفی کرد، خیلی اینجا مطرح نمیکنیم، بررسی نمیکنیم و شما از گفتید ما همین را حساب تو بگم که فاروق قطعی رستم جون وارزوده ببینید راهی بین استراشان دیوشتیش 30 کیلومتر اهمیت اقتصادیش رو دیگر و پیشنهاد کنید. مردم زیون میگیره ما بسیار بی منطقه میگم ما تنقیل میکردیم، من شخصا ایرس تنقیل میکردیم شما پولی مردم رو بهبوده جمع میکنید. خیلی مدت گرفتن همون خرجاشون که کردن برآوردن اینا حوض راه درست نگاهی میکنن. همین زور ترمه که فراماده بود مثلا بعد من فکر نکنم که با اون ظرفیت قبلی ما داشتیم مثلا برای این زودی که توضیح شد راه نمیشد 3 و 4 روز هم ممکن راه. یعنی همین راه پولکی در شرایطی که ما ضرورت داریم مردم هم فکر میکنم از این سوری بیشتر میبردارن. تشکر مرحبا بکسم اصل در سمت راه اوهانی ما زاده به دولت توکر یعنی برقی بشه در نظر داشته است. تشکر.
саломат бошед, бисёр ворид мекунам. Лекин дар мо зарфиятҳои истеҳсоли барқмон хеле калон аст. ҳатто агар барои оянда агар ба назар бигирем, барои ҳамин гузаштан ба нақлиёти барқӣ барои тоштан як амали мантиқӣ аст. яъне ки мо бояд гузарем, чун ҳамин имкониятҳоро дорем. Ва ҳоло барномаро мо омода кардам, барномаи рушди нақлиёти барқӣ барои соли 2023-27. дирӯз ба фикрам агентиям имзо кардан, ҳамаш дар мақомот молдагӣ ҳам. яъне ки як имзои дигар аст, ҳамина ки гирифтем, мо ҳамин барномаи рушди ҳамин соҳаи нақлиёти барқиро барои баррасӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунем. маълум ки дар онҷа мо як бора масалан истеҳсоли нақлиёти ки бо истифода аз барқ ҳаракат мекард, ина мо таъмин карда наметавонем, барое ки инҷа инфраструктуру ҳама чизро ташкил карда шавад. лекин мо масалан мошинои мебинед Toyota, Prado ҳаминро истеҳсол намекунем, ки истифода мебарем ку. барои мо дар барнома ҳамин хел шароит муайё кардем ки навиштем ҳамин хел шароит муайё карда шавад ки имконияти ворид кардани нақлиёти барқӣ, ҳол он ки дар паёми пешвои миллат президенти мамлакатмон имтиёзҳо барои ворид кардани нақлиёти барқӣ дода шуд, яъне аз арзиши илова шуда ва боҷи гумрукӣ. ва аллакай агар хато накунам як ширкат як 30 адад ё 50 адад 38 адад бахира ворид кардааст. аҷибаш ҳамин аст ки мо ҳамон шароити инфраструктура масалан ҷои пур кардани бо барқ таъмин кардани заправка ки мегӯям, баъд худи ҳамон аккумуляторҳо аз нуқтаи назари экологӣ, яъне онора бигем ки хайр русиям бошад утилизатсия кардан, яъне нест кардан, безарар нест кардан, безараргардонӣ. ҳамин чизо дар барнома дар назар ҳаст ва хушбахтона аз тарафи вазорати молия ҳам дастгирӣ ёфт як миқдори маблағи муайян аз соли аввал не, аз соли баъдӣ барои ҳамин безараргардонӣ ҷудо карда шуд, чунки қисми муҳимаш ҳамин аст. ва дар онҷа шароит муайян мекунем, ҳам худи ҳамон ҷои нуқтаҳои барқ пуркунӣ ба истлоҳ заправка, безараргардонӣ ва шароити корӣ барои ҳамин намуди нақлиёт дар ҳамин барнома пешбинӣ шудааст. аммо дар ояндаи дур агар имкон бошад масалан истеҳсоли ягон қисмҳо аз ҳамин намуди нақлиёт. беҳтар будани роҳҳои пулакӣ тарафдор ҳастем, аммо дар мавҷуд будани роҳҳои пулакӣ алтернативи роҳҳои бепулам бояд бошад. агар метавонад бошад, мо масалан медонем дирӯз як фалон бояд 3 сомон бошад, имрӯз 5 сомон мешавад. дигар роҳҳо асос. ин як фикр саволам ҳамин буд ки ин хоҳиш бисёртар хоҳиш хурсанд ҳастем ки автобус хатсайри 27 кушода шудааст тарафи ноҳияи рӯдакӣ, лекин чӣ сабаб ки гузашта наметавонад аз ҳамин пуле ки бор ҳамин хатсайр аз тарафи Карвон меояд. аз тарафи Карвон то ноҳияи рӯдакӣ бояд равад автобус. лекин дар ҳамин посгоҳ монда истодааст. мо медонам ки як вақто як ҳафта хатсайр ҳафта буд аз роҳи оҳан то ҳамин гардиши дар истилоҳ баҳоро делегирад бегир дар ҳамҷо мерад, лисавхоз мерад, пеш фабрика мерад. ҳад бигзор вай нашавад ҳамин 27 акнун мо дар назар дошти чи автобус хулой ҳаст, арзонтар аст. ана дар наздики ман аз якум сентар бо толибинуҳо ба мактаб макотиби олӣ бармегарданд. аксар толибилмони ноҳияи рӯдакӣ албатта аксар донишгоҳҳо ва донишкадаҳо дар марказ ҷойгир шудааستанд. тарафи Карвон 45 ҳаст, 41 ҳаст.
دیگر مشروطهای دیگر بسیار از طرف کاروان طرفی دارد. همین اعتبار بگیرید همین بی‌صحت تا امکان باشد یا تا راه آهن قدم ماندن راه آهن سفر رودکی باشد با همین انتظامات و کم در باشدن 50 درهم باشدن برای سویلده سبکی میشه. سلام. سوال کمترک و چی بگم تهدار هست همون ما جواب جام حتی این پیشنهاد شما بود رحمت که مثلا راه پولکی شما میگید که ما دستگیری میکنیم و چند نفر شد مفهوم بسیار اخبار اومد اینا باید درست اینکوس کنه لیکن همزمان بوده که باید راه الटरनेटिव باید باشه همین راه در حقیقت راه الटरनेटिव گفتگی شما درست است در این شرایط 93% کوهستان تاجیکستان اگر دست بالای دل مونده گردن ما روی الटरनेटिव ساخته میتونیم ما حال راههای بدلیش هم بسازیم همین راه بدلیش رو درست کنیم ما راه الटरनेटिव یعنی این سوال خیلی آدمی که نفهمد بگه که خیلی غمخوری از طرف شما برای آدم‌های مثلا امکاناتشون محدود مولوی بسیار غمخوری اظهار شد ما خب از شما بسیار غم میخوریم ما از حکومت از شما بیشتر غم میخوریم که ما باید برای خلق خدمت کنیم ما سپاریش ما وظیفه جونیمون همین است لیکن وقتی که از جانب شما سوال پیدا میشه گویا که ما غم نمیخوریم دیگران در فکر ما در فکر مردم هستیم همین برای همین وقتی سوال میگذارید من بسیار از برادران از حاضری خواهش میکنم که همه جهت همه عامل ها رو در ترازو مانیم بگیم که همین کار میشدنی است یا نه سوال بودن ممکن لیکن آیا این چیز واقعا امکان دارد یا ندارد این یک مسئله خرسرای شما ده من هست موین و شایسته سلام زاده رحمدی مرحمت یک از دیرکتوری مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمترسانی لوجستیکی است همین چیزایی که شما بگین اینا خدمترسانی لوجستیک داخل میشن خرسر اینا مرحمت من منصوب است با کارخانه واحدی دولتی автобус 1 این خطسیر شهری است چون قاعده خطسیر شهری از حدود شهر برآمدن نمیتواند چون که اون طرف حدود ناحیه رودکی است نوبسته از همین یک مراجعت شهروندان بود ما کمیسیا تأسیس دادیم از حساب کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و از حساب کارمندان ما و بازرسی رفته در جایش این چیز رو سنجیدن چون که یک بحث میانی انتقال دهندگان ناحیه رودکی و همین خطسیر شهری به میان آمده بود و سبب دیگر این است که پولی که از بالای این باید همین автобус گذارد چون در حالت صدموی قرار دارد اجازت نیست که همین автобус از روی وزن اندازه‌اش از همون پول گذارد برای همین اگر شما دقت داده باشید در همون پیش از پول با اصطلاح شلاگباум مانده شدگی است که واسطه‌های نقلیاتی گرم وزن از بالای پول نگذارند چون پول صدموی است یا برای سه سمت کار میکنند سرمایه‌گذاری لایحه‌کشی راهسازی نقلیات روی زمینی خدمترسانی مسافربری و حمل و نقل بار و استفاده بری راه‌ها از همین ما در بخش خدمترسانیش در مجموع مسائل داخلی جمع گرد میزنیم سهم میگیریم یعنی که ما هم باید از این اهمیت اقتصادی دارد بخش اهمیت اجتماعی دارد برای همین بنویسید تیار میکنید من نشون میدید بعد جواب میدید خواهش میکنم برادر وقتی که برای ما جدا کردن انجام شد برای شما وقتی که میایید با همتای خودتون مصلحت کنید که سوالا رو تیز بتین جوابا رو ما کوتاه‌تر بگردونیم مرحمت هیچ کس در دلش نماند کسی که باشد یک سوالی مرحمت خواهش میکنم نام شما که اگر ممکن باشد نخواهید جواب ندید من میگردونم جواب شما رو با کدام خاطر مثلا غمخواری نسبت همونا غمخواری نسبت همونا چون چه خیلی غمخوری است این سوالی که شما دادید حاضر همون کارمندای بازرسی دولتی اتومبیلی دیگر من شنیده شدم با تحریک بده با اون رو من بکنم با جریمه میکنه همه حاضر رو ما امکانات همون خیلی یک دان نامشون یافته هستن این سفرم گفتگی بودم خیلی مورد همون کار کنه باز ما قبل میزنم سوال جواب بدم
لیکن حتما همین سوال برداشتن نگاه کنید. از جانب خدمات دولتی نظارت و تنظیم داشته نخود جدی با تنظیم در آوردن فعالیت تاکسی‌های هر که 5 سومانی به دور 7 سومانیش نه پیوسته کارهای ناجوراتی و ریت‌ها گذارند در این سمت شورای داخلی اندیشیده شده است. من که برای شما معلومات دقیق تعداد تاکسی‌های خیلی فعالیت کننده 2020 اگر 1320 عدد باشد 2021 1065 عدد شد و 2022 825 عدد یعنی 23% کاهش شد. من گفتم که مرحله به مرحله این مسئله رو ما حل میکنیم. لیکن مونید که هم آدما هم یک زندگیشان پیش برن 5-6 تا خواننده دارن یک کس تاکسی کار میکنه برای چی سوال میبرید نمیفهم. هی کار شما حقوق دارید مرحمت. شما مقصدی من خطا فهمید. یعنی که مقصد من که اونها رو رسما با قید گرفت اونها از همون درآمدی که میگیرن مثلا 10% یا 15% درآمدشون پرداخت کنند برای دعوا. شما یک کاری کنید. اون کارشون رو پیش برن. به اون پرسارس از کارمندان مواجه موسی شما یک کاری کنید. این سوال من نگذاشته. من با شما می‌نویسم ما کاربر می‌کنم. اگه شما رفته از اون بپرسید. از اون طرف پرسید. بله. نه میخواهم گوش کنید. میخواهم مرحمت. یعنی شما روی خط کنید. نام‌نویس کنید ما پیشنهاد کنید. با جان دل ما خودمون کار می‌کنیم. ما خودمون می‌خوایم تا 23% کاهش دادیم. همین گپی که دقیق نباشد گفتن در کار نیست. خیر هم من وزارت هم وقت درک شده. داری مک شده. سایتمون هست. امکاناتی مثلا مکاتبه هست. مرحمت شما نویسید ما کار کنیم. لیکن خیلی که میخوام ممکن 2-3 نفر هست اونا دیگر خیلی شکل در ممکن پیشنهاد دارن مثلا در شهر دوشنبه محدودیت هست آخر معلومه که چند قدر اهالی هست اینجا چند قدر تاکسی باید کار باشه دیگر آخر ما نمیتونیم که همه خیلی قطار کنیم برای همین مسئله باید یک طرفه بهاگذاری کرده نشود همه طرفه باید با فکر من ده من برای چی سوال میگم که نگذاریم چون که ما اما کار خونه برده شده ما 23% کاهش دادیم با آینده حرکت میکنیم که همنا رو جابجا کنیم لیکن تو این وقتی که جابجا میشن اینا باید یک بریدن نمشون پیدا کنن مرا با سوال باشه کی سوال دارد؟ وقت هم تمام شد